شما اگه به نفری که سن 16 تا 25 اگه بخواد بره تو دنیای موزیک به خاطر اینکه کار آیندهش باشه، شما میگی این کارو بکن یا نکن؟ اگه میخواین من پکیجمو الان تو این برنامه میخوام بگم که قیمتش بوده 1099. الان مثلا توی هیپ هاپ ایرانی کی موفق ترین حساب میشه؟ سلام بابکس یوتیوب. سوال اختصاصی هستم امروز با فرشیک، یعنی فرشید شیک. آقا اولا اومدیم مغازه ریچ اند راتن، میشه پولدار و گند زده یا پولدار و گندیده، پولدار و گندیده. این دیزاین های فرشید اونجا میفروشن و فرشید رفت اونجا مثل این هرچی من نگاه کردم جی برداشت ریخت تو دسته، گفتش که برو بیرون مال تو. من تو زندگیم اینقدر دلار لاکچری کسی من حال نداره. مثلا واقعا مرسی، فدای تو، دوربین دودولتو میبوسم. فدای تو. خب آقا من امروز میخواستم راجع به این سوال بکنم. من وقتی که خیلی‌ها بهم زنگ میزنن راجع به کانسالتیشن و اینا، یکی از سوالایی که ازم میپرسن اینه که میخوان خواننده بشن، نمیدونن چیکار کنن، از کجا شروع کنن. تمام زندگیشون رو روی این دارن میذارن که میخوان خواننده شن. یعنی میگی من بزرگ شم میخوام خواننده شم. اینطوری من هیچ جواب خوبی ندارم به اینا بدم، چون میگم که من که خودم خواننده نیستم بدونم داستانش چیه و دوستای خواننده که من میبینم فقط در حقشون ظلم و آنفری میبینم تو موقعیتی که هستن. و گفتم هیچ کسی بهتر از تو نمیتونه الان جواب بده که آقا یه نفر میخواد خواننده بشه. تو بالاخره الان یه کسی که خب تو آمریکایی با آدمای خفن مثل کوروش، مثل عرفان نزدیکی و تو دیگه به قول معروف موقعیت از تو بهتر من نمیتونم ببینم واسه کسی که داره این کارو انجام میده. من می‌خواستم از تو این سوال بپرسم، تو توضیح بده که داستان چیه، چجوری خوبه، چیکار نکنیم. من همین قبل از اینکه بریم می‌خوام کاری کنم از یه خورده بعدت بیاد. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین. این حرکت چیه؟ این چه حرکتیه؟ این چیکار میکنه؟ سایه داغ نمیکنه؟ آره. سایه میندازه رو تلفن که تلفن داغ نکنه، خاموشه. اینو واقعا برای همین حرکت خریدی؟ یعنی کجا بوده که اینو ببین بهش به فکرم رسیدم یه همین چیزی لازمه. بعد رفتم اختراع کنم خودم. بعد گفتم قبل از اینکه اختراع کنی آقا مخترع، ببین کسی قبل از شما این کارو کرده. بعد رو اینترنت زدم چیه روش پانداه دیگه. اینو فقط دختر ژاپنی میخره دیگه. یه دونه سر دارم واسه میدلیسته با تو دختر ژاپنی و تو یه دونه میدلیست فروختن. میگم مثلا تو چین عکسن رو زدن، تو ژاپن هر جایی اینطوری میشه. خب حالا اگه میشه شما ما رو خود شیفم کن. یه جوری کلی بود یه ذره سواله. الان تو میگی اگه یکی بیاد بگه میخوام خواننده بشم، از فوایدش یا ضرراش بگو. آره مثلا الان من 16 سالمه، 20 سالمه، دلم میخواد معروف بشم، دلم میخواد خواننده بشم، تو خودم هم استعداد میبینم. ببین دلم میخواد معروف بشم با دلم میخواد خواننده بشم فرق میکنه. دلم میخواد معروف بشم تو میتونی هر کاری دیگه ای بکنی، راحت‌تر هم هست وایرال بشی تا موزیک. نه چون اولا که نمیتونی بگی دلم میخواد معروف بشم اگر میتونی بخونی، یعنی حالا هر سبکی، هم پاپ میخوای بخونی، چه رپ هیپ هاپ میخوای بخونی، هر مدل آر ام بی میخوای بخونی، اولا که باید بلد باشی بخونی دیگه. اونا اول اگر یه کسی مثلا اینجوری فکر کنم درست تره که اگر یه کسی استعدادو تو خودش دیده میخواد خواننده بشه اما مثلا نمیدونه چجوری، یا دور و برش میگن بابا هیچی توش پول نیست، مثلا چه کاری اینو مثلا آن سایت بکن، بعد بیرا نمیگه. نه چون من فکر میکنم توی فرهنگ ایرانی هنر خوانندگی بد آورده. آره چون توش پولی نیست، آینده‌ای نیست دیگه. نه به خاطر اینکه تو اگه بخوای ایران این کارو بکنی، حالا مثلا هیپ هاپ که اصلا هیچی توش نیست. بذار اینجا بپرسم خفن ترین خواننده ایرانی کیه که الان مثلا پول در میاره؟ خواننده ایرانی یا بچه‌ای که تو هیپ هاپن، رپر مپر؟ جفتشو بذار بگیم. مثلا خواننده مثلا میشه ابی. خواننده که ابی که خیلی اف کورس که پول در میاره. اون پول ابی که آره اف کورس کسی که مثل ابی باشه که. چند تا ابی داریم؟ ببین خواننده‌ای که تو ایران هم پاپ بخونه مجوز داشته باشه داره پول در میاره. خب آره چون تو هر جای دنیا که تو خواننده معروف باشه داره وحشی پول در میاره.
نمیدونم کلا هر خواننده‌ای کنسرت بذاره، چیزی که نمیدونم شاید من اشتباه بگم چون ایران الان نیستم خیلی وقت، ولی کنسرتات آلموست فوله. اونقدرم سالن‌های حالا مثلا خیلی بزرگی نیست دیگه، مثلا چند تا سانس میده، ولی کلا برای بچهای ایران که مجوز دارن و پول در میارن که خیلی مثلا سیروان زانیار اینا که دارن تازه اینجا کنسرت هم میذارن. خب اینورم میذارن ها. خودم هم دارم میرم. نه دوست دارم من سیروان. یا مثلا اشوان اینا خیلی خفنن. ولی خب حالا برگردیم به سوال تو. ببین برای من فرق می‌کرد. برای من یه عشق چیزی بوده، نه اینجوری افسانه ایش کنم. یه حال می‌کردم. مثلا یادمه دیگه دوم راهنمایی بودم، اول راهنمایی یا دوم، رفتم استودیو خوندم، حال کردم با خودم. آرتونم تا خار مادر آن بود. یعنی احساس می‌کردم خیلی خفنم. روی این بیتای دانلودی عمو سهیل چترک کار نکرد، رکورد قطع شد. روی این بیتای دانلودی میزدیم و عشق میکردیم. ولی از اون موقعی که رفتم استودیو تا الان واقعا موزیک از من جدا نبوده. یعنی همیشه تو هر شرایطی سیستمی برا کردم، خوندم، ترکامو ضبط کردم. یه سریاش هم مثلا بیرون ندادم واسه خودم. اصلا توی این پروسس درست کردن موزیک رو خیلی دوست دارم. برای همینه با بچهای دیگه مثلا مثل حسین، عرفان، حالا کوروشینا که من تازه باهاشون دوست شدم، بچهای خیلی مشتی ان، همشون هم کاربلد، ولی اون پروسسه بیشتر بهم لذت میده، لذت میبرم. یعنی مثلا تو بگو 10 ساعت تو استودیو نان استاپ ما رو داریم فقط کار میکنیم، هم ملودی میزنم، هم نمیدونم مینویسم، چه بعضی موقع رو فازش نباشم دیگه حداقل میشینم مثلا هی آیدیا درست میکنم، فوقش برداشت خوشم نمیاد. درسته. پس بگم که اگه میخوای توی جامعه ایرانی خواننده بشی خرجش هم باید بکنی، چون وقتی که میذاری اگه بخوام بهش پول اساین بکنیم به نظر من شما خیلی وقت صرف این که، چون من میبینم چقدر میرین میای مینویسین یا آهنگ چندین ماه طول میکشه شکل بگیره. من پروسس شما رو میبینم البته الان خیلی راحت شده سوه، یه روزه میتونی آهنگ بزنی ولی یه روزه میبندی و اصلا اونا بیشتر جواب میگیره. همون موقع داغ از تنور در میاد. بعضی موقع زیادی وقتی کار دستت میمونه هی تغییرش میدی. خب اون از اون اولیه، از اون ایده اولیه بعد یه مدت درش میاره، انقدر هی بهش برمیاد اینو درست کنم، اینو درست کنم، اینو دوباره ریکورد کنم، اصلا دیگه اصلا از اون وایبی که حال کردی در میاد. ولی برای من همش خرجه. حالا برگردیم به سوال تو. برای من درآمدی نداره. من کارم، پولم از یه چیز دیگه است، درآمدم از یه جای دیگه است. پس منطقی اگه بگیم که شما فقط علاقه است دیگه سوال، علاقه است. حال میکنی. ببین خیلی هم اومدن ول کردن وسطش، خسته شدن. من خسته نمیشم، حال میکنم. یعنی اصلا برای چی میخونی؟ برای اینکه معروف باشی یا برای اینکه خوشحال کنی؟ دوست دارم معروف بودن و بعدم نمیاد، چیه بعدش بیاد. ولی برای معروف شدن خودمو نمیکشم. برام بیشتر اون کار توی اون داستان بودنه مهمه، توی اون کار انجام دادن مهمه. من شاید خیلی حالا یه جایی اصلا استعدادم شاید پایین‌تره توی یه بخشایی از موزیک، یه استعدادهای خاصی هم دارم خودم میدونم توی بخش دیگه ایش. بعد حالا همه اینا باید به هم دست به دست هم بدن تا بعد یهو تو بترکی. تو باید یه میکس خفن، مثلا یه ترکی که میسازی به غیر از اینکه تو باید لیریکت خوب باشه، آیدیات، ملودیت، اون میکس و مستری که میزنی، پخش کردنش، همه اینا خودش تیکه تیکه از یه 100% اگه بخوای هر کدوم یه درصدی توش دخیله. برای همین ترکیدنه رو دوست دارم، یکی از ترکام به ترکه و دیگه وایرال بشه و فلان و اینا، ولی الان واسه اون چیز نمیکنم خودمو. یعنی هر چی میسازم حال کنم میسازم و دیگه با بچه‌هام که همیشه کار میکنم دیگه. یعنی توی حتی کار خودشون خیلی توی حالا ایدیاها اینا خیلی موقع بوده که پس اگه یه نفر تو سن مثلا 16 یا 20 میخواد خواننده بشه تو دنیای ایرانی، منطقی اگه بگیم که تو باید حتی خرجم بکنی برای اینکه خواننده بشی. حالا دیگه در بهترین حالت فقط وقتت. آره. خب خیلی سخته که اینجوری آدم بخواد خواننده بشه، که چون تمام دنیا خواننده میشن که عشق کنن از معروفیت و پولداری. وقتی تو ایران سخت نیست. اگر واقعا تالنتشو داری پشتشو بذاری چرا نشی؟ الان مثلا توی هیپ هاپ ایرانی کی موفق ترین حساب میشه؟ موفق ترین که خیلی هاشون موفقن الان، خیلی هاشون، نمیتونم بگم یکی که جزو 10 تا اوله کیه که چی پول در میاره؟ پول در میاره، فقط پول. بچه‌ها در میارن. بچه‌های فکر کنم وانتونز در میارن. حالا خب کنسرت خیلی مهمه. حسین خودش در میاره.
اینا که من حالا دارم میبینم بقیه هم در میارن. تو اسپاتیفایشون رو نگاه کن، پلیشون رو نگاه کن، اونایی که پلی خوب دارن در میارن. اونی که داره در میاره چقدر در آوردن؟ 5000 دلار، 10000 دلار، 100000 من دلار. اونجوری اقتصادی لسنه من واقعا نمیدونم. یعنی مثلا آخه فقط از پلی نیستش که، از کنسرت، پلی، یوتیوب اگه داره، از چنلش همش باید مثلا الان سپر فکر کنم یوتیوبش خوب در میاره دیگه، نه همه کنسرت میذاره، یعنی یه چند تا بخش دیگه که کاور کنه اون جایی. حالا من یه چیزی رو احساس میکنم، الان با تو در میون میذارم، اگه میشه تو به من بگو من چقدر درست یا اشتباه میگم به چیزی که دیدی و داری میبینی. ببین به نظر من برای بچه‌های ایرانی یه خواننده یا هنرمند یه اتفاقی افتاده. بچه‌ها یه حساسیتی به پول براشون به وجود اومده، چون همیشه پول نیست، خیلی زحمت کشیدن به پول برسن و تایمی که باید اینا داشون اپریشیت میشده و میومدن و پول میپاشن تو سرشون نشده، اینا فقط روی علاقه به طرف شما زحمت کشیدن و به موفقیت رسیدن و حالا که به پول میرسن، چون سالها بوده که دنبال پول بودن و پولو بهش نرسیده بودن و الان که بهش رسیدن دیگه خوب رفتار نمیکنه، یعنی دلتنگش بودن، پولی که الان میاد پول رو منیج نمیکنن و پولو به قول معروف میزنن به فلان خر اسب لینچان. و من میبینم یا بچه‌ها که توی هنر هستن یا دارن پول اونقدر در نمیارن که بخوان موفق باشن، با موفق اینوستمنت داشته باشه بتونه سیو اپ کنه، دارن در میارن که زندگیشون رو بچرخونن. یا اینجوریه که این به نظر من موفق نیست، یا اگه موفقن دارن پولو به لباس و کفش و مسافرت و چیزای پوچ و بیهوده میدن به خاطر اون ایمیجی که درست کرده بودن توی آهنگاشون، توی چیزی که میخونن و الان دلشون میخواد یه اکسپریانس بکنن. و این وعه خیلی مهمتره. اینی که میگه لامصب این حق من بوده 10 سال پیش 10 برابر این، الان 10 سال بعد 1/10 دارم میگیرم دیگه، من دیزرو میکنم برم پول رو بزنم به فلان خر اسب لینچان. جزء بخشی از چون داری موزیک تولید میکنی، یعنی یه چیزیه که لایف استایلت هم توش خب میگی، مخصوصا بچهای هیپ هاپ و آرتیستایی که اونجوری هم بعد اصلا دوست دارن، یعنی دوست دارن برای اون هزینه کنن، برای اون چیزی که حالا پولشو داره. آخه ببین بستگی داره کاراکتر طرف هم باید نگاه کنی دیگه. من دوست دارم هزینه کنم برای لباس و این داستانا چون خوشم میاد، به خاطر اینکه خودم اونجوری وقتی که پرزنت میکنم حال میکنم، یعنی از دید خودم نگاه میکنم یعنی باحاله. مثلا من یارو ببین من خودم مثلا یه جایی نمیگم بچه باحالی، اگه با تریپش حال کنم مثلا دوست دارم یه باهاش صحبتی بکنم، بعد اگه با کاراکترش هم حال کنم باش رفیق شم، میدونی. لباس خیلی به نظر من چیزه، ولی اینکه برم خودم رو بکشم نه. از این آدم زرنگام یا میبینی یه چیزی که مثلا تنه یکی $800 پولشو داده، من تو حراج گرفتم $250 سمارت هزینه میکنم، نه اینکه بگم پولشو اونقدر دارم. نه منم. ولی تو اونا واسه کسایی که یه مقدار نکردن میخوان یهو خودشونو خالی کنن. خب تو هم هست الان، تو همین رپر سیاه‌پوستای اینجا آره فقط چینه، 1000 تا چین که رو خودش پرایس بذاره. ببین من خیلی چه جالب، یعنی با این حرف تو یه اتفاق جالبی افتاد، یعنی اینکه اگر تو اینجا باشی باز اگر این اشتباه رو بکنی تو همین بازی وارد میشی. آره. چون تو میگی که جزء کالچرشه. آره جزء کالچرشه. خیلی جالب. واو، یعنی مثلا اون ایرانی که مثلا چه میدونم $10,000 داره میره کفش $10,000 میخره، اون یه دونه رد کردی همینجا. آره. بعد خالی تا دلت بخواد هم. اونی که گلفه بذار اینجا نمیشه اینجوری که. بعد اونی که اینجا هست و میره مثلا معروف میشه، حالا باید یه چین 1 میلیونی بندازه. آره دیگه به همون یکی داره پول آره اینجا میخواد. آره فقط با باسم ببری. با کون داریم. عشق میکنی یعنی یه جایی که داداش تو شب دیگه نمیخواد بری یه جا وایسی حالا اینو بزنی به شارژ، همون شد رفت. فردا صبح میخوام برم مسافرت، یعنی اصلا پرفکت تایمینگ، یعنی اصلا دیدار با من برات همه جوره خوب بوده. سوده اصلا سوده. یعنی الان بخوام من بزنم گریه میکنم تمام راه تو خونه. میکروفون رو بده به من، میکروفون رو تو بده به من، اینجا میذارم. باید خاموش کنم. پیه دیگه، رو پیه الان باید باز شه دیگه. سوپر چارج ها. من اینو گذاشتم رو گردن بندم دیگه. اوه چه کار خوبیه. پس آقا شما اگه به نفری که تو سن 16 تا 25
اگر بخواد بره تو دنیای موزیک به خاطر اینکه کار آیندهش باشه، شما میگی این کارو بکن یا نکن؟ اگه دوست داری که بکن، هر چی دوست داری بکن، یعنی اصلا نکن که بدبختی. اگه نکنی بدبختی 30-40 سالت میشه بعد میگه عجب احمقی بودم نکردم. اصلا هر چیزی که دوست داری رو بکن. اونایی هم که تو کار پروداکشنن در میارن ایران، اینجوری نیست در نیارن. الان هم هی داره وضعیت بهتر میشه، امکان نداره من بگم نکن. ولی اگه اسمارت باشه یه چیزی هم آن دستاد واسه در آوردن پول، ذهنشو بذاره یه بخشی از ذهنش هم بذاره رو اون، خیلی بهتر. چون یه سری مشکلات پیش میاد وسط کار از بی پولی که اون خیلی بهت صدمه میزنه. یهو یا قاطی میکنی یا یهو اصلا آرتیست وقتی هستی توی یه تایمی یهو یه کرییشن مودی بهت میخوره. خب یه کرییشن مودی داری که باید فقط بسازی. خب اون مودو اگه کسی خرابش کنه دیگه نمیاد این کرییشن مود. تا مثلا شاید فرداش میتونه دفعه بعدش فرداش باشه، میتونه هفته بعد، میتونه 2 ماه بعد. و اون چیزی که اون لحظه میاد نابه دیگه. یعنی یه مود باحالی داری که میسازی. بعضی موقع اونو میسازی، پول نداری اینو ساپورت کنی اونو که بیاد بیرون پابلیش بشه، یه ذره روش هزینه کنی، یه تصویری بگیری، یه فلانی بکنی، یه گروهی رو به هر حال برای اینکه یه ترکی رو بدی بیرون. خواننده که باشی، فقط خواننده که نیاز نداری، یه کسی باید بری. حالا اگه خودت هم تو خونه ریکورد کنی که خیلی بیشتر این کارو میکنه، همه ما این کارو میکنیم دیگه، باید بدی یکی برات میکس و مسترش کنه، یکی برات کاورش رو بزنه. اگه بخوای کامینگ سون بدی، اگه بخوای ریل درست کنی، اگه بخوای ویدیو درست کنی، بعد این ویدیو رو اگه بخوای حالا یه ادورتایزی روش داشته باشی، یه سری برات بذارن. 100 تا داستانه. فلان کسک چالش دنس میره مثلا، یه پولی بهش میدن. حالا اینا برای کساییه که میخوان هی خودشونو بیارن بالا دیگه. به هر حال هزینه است همه اینا. این هزینه ها رو وقتی تو یه درآمدی داشته باشی، هزینه خودت کنی، خیلی جوابه. و یه چیز خیلی مهم، کانکشن خیلی مهمه. کانکشن خیلی مهمه. کسایی که میخوان بیان تو داستان اول کار، وقتی میخوان بیان معروف بشن، شاید مثلا میگم یه اتفاقی میفته توی یه جمعی با یکی دوست میشن که اون طرف شاید مثلا یه معروفیتی داره، یه خواننده معروف داره. تا میخوان با این بیان ارتباط برقرار کنن یا دوست بشن، فقط تو فکر اینن با این چه میگم یه فیت بدن. یعنی به فکر اینن که یه فیت بدن بیاد مثلا این فیته مثلا من معروف شم. این کاملا احمقانه ترین فکره. اگه یارو معروفه، خب یه کاری کرده، تو چی خوبه؟ تو برو یاد بگیر از اون که بعد خودت واسه خودت، که نگن آقا فلانی تو رو معروف کرد. من میتونم با هر کسی که از بگم بچه بودم میرفتم تو استودیو، یارو که از من ریکورد میکردم یاد میگرفتم، فقط عشقی نشم برم پشت مایک میشستم اونجا پای میکس میشستم، پای مستر، از اینا بودم او برو، دوست داشتم. و این داستانی که آقا دقت کن به اون کسی که مثلا دیدی میگن آقا اون کسی که پول داره چیکار کرده، این موزیک همینه. کسی که معروفه رو فقط فیت که نیستش که بتونی تعارف رو پیدا کنی، مثلا یه بار باش بری. تأثیری نداره. بعید میدونم تأثیری الان داشته باشه. ببین الان واقعا یه سریا هستن جدیدن کارشون خیلی خفنه، ایرانن، بعد اینا اصلا هیچ شبیه هیچ مدلی نیستن. تو وقتی تو اول ظهور کردنت میخوای بری سری با فیت بیای بالا، اصلا یهو میبینی اون اورجینال بودنت از دست میدی، میگه او باید شبیه این پس بشم. اصلا به فاک میره مغزت. تو باید ببخشید کونت پاره بشه. بعد از اونها یاد بری یه جلسه باش بری استودیو ریکورد کنه، بیشتر به تو میرسه از لحاظ اینکه خودتو بتونی بفهمی کجای داستانی. آره من تو این کار نمی‌کنم، این دبل لاین میگیره، مثلا های نوتاشو این اینجوری میگیره، ادلیپ زیاد استفاده میکنه، کدوم کلمه ها رو ادلیپ میکنه، کدوماشو برمی‌داره، کدوما رو دیلی میزنه. اینا رو اگه بلد نباشی نمیتونی بیای بگی یه چیزی بخونی بعد بره، مگر اینکه دیگه خدای تکست نویسی باشی. یعنی خب مثلا خیلی بچهای هیپ هاپ لیریکشون خفنه دیگه، یعنی همینجوری بیان بخونن انقدر اون خوشگله که چیزای دیگه مهم نیست. ولی من اینجوری نیستم. من باید موزیکو برای تو رو اینترتین کنم. تو موزیک مثلا یه جاهایش یه های نوت برم، یه جاهایش مثلا ادلیپ فلانو بذارم، دیلی بذارم، بیت کات از بیت دراپ کنم، فلان کنم، بیسار کنم. میدونی 100 تا نوع مختلفه. آرتیستا رو اگه دونه دونه ورداری، هر کدومشون تو یه چیزی خوب بودن، یه قسمت یه قشری اونو دوست دارم به خاطر این مدلیش. میفهمی چی میگم؟
همینه داستان. بعد حتما هم به نظر من اگه بتونی پول داشته باشی تو جیبت که خرج خودت بکنی، از اونورم کانکشن خوب داشته باشی که بتونی 4 تا آدم درست حسابی رو تو راهت ببینی، یاد بگیری، تالنت داشته باشی، تمومه دیگه. کار سختی نیست. بکنم قشنگ جامع برات گفتم. نه واقعا کلاسای بعدی منو حتما پکیج خوانندگی اگه میخواین من پکیجمو الان تو این برنامه میخوام بگم که قیمتش بوده 1099 ولی من 199 با کد سهیل. آره اون بنده خدا که میره سرچ کنه پیدا کنه کورسر رو. آره کورسر وجود نداره، شوخی بود. دمت گرم واقعا، مرسی که وقتتو گذاشتی. من سالی یه بار میام بالاخره، دوستم شما رو ببینم. حالا متاسفانه سر دلایلی که میدونیم نتونستیم عرفان رو ببینیم، ولی حداقل به تو رسیدم دیگه، یعنی خودم رسوندم دیگه. یعنی یه نفر از گروه دقیقه 90 فردا صبح هم دارم میرم. کجا دارم میرم؟ تمکولا دارم میرم. چرا اونجا داری میری؟ او از این هاوسایی که استخ داره گرفتی؟ نه یه کازینوی بزرگ 1080 تا اتاق داره. آها برای گمبل داری میری دوباره. اوکی. یه هفته سه رفتم. همتون گرم بچه. سوال اقتصادی سوال اقتصادی سوال اقتصادی سوال اقتصادی سوال اقتصادی سوال اقتصادی